دیدین بعضیا روال به همه میگن بچه سال؟ آیا تا حالا فکر کردین اگه این بزرگسالا از بچه سالا بخورن چقدر فشار میخورن؟ امروز من اینجا اومدم که بهتون ثابت کنم گیم سن و سال نمیشناسه. قراره برم ببینم بزرگسالا بازیشون قوی‌تره یا بچه سالا و این دو رو با هم دیگه فیت بدیم و یه مسابقه خیلی خیلی خفن رو انجام بدیم. اما خب میدونین فرقش چیه؟ قرار من برم داخل تیم بچه سالا و ادای بچه‌ها رو در بیارم تا بتونم بزرگسالا رو فشاری کنم و بهتون بگم که بچه سالا همیشه بازیشون خوبه. خیلی بارها شده که میرم داخل گیم در حال بازی کردنم که یهویی میبینم یه بزرگسال داره به بچه سال میگه هی بچه سال. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سنش کمه، به خاطر اینکه چون سنش کمه فکر میکنن نوبه. ولی اشتباه میکنی. ببین دوستا، گیم کال آف دیوتی موبایل برای همه سنین هستش و باید به هم احترام بذارید. کسی که 10 سالشه، کسی که 100 سالشه، همه با هم دیگه برابر هستن و اسم بچه سال درست نیست و اون یک نوجوان هستش و داریم که یکی که 10 سالشه بازیش از اونی که 100 سالشه هم که 100 سال اومد کالاف بازی کرد یهو بهتره. پس لطفاً کسی رو مسخره نکنید و به هم دیگه احترام بذارید. راستی اگه قبول داری پرچم همه پسر و دخترها بالاست این ویدیو رو لایک کن و اگه قبول داری گیم سن و سال نمیشناسه منو سابسکرایب کن. بیاین بریم که شروع کنیم. خب صداها بچگونه برگشتم. سلام بچه‌ها خوبه؟ صدا دخترونه نیست. داداش چرا دخترونه شده؟ نمیدونم تازه اینجوری شده. وایسی ساکت. املا رو نوشتی فردا امتحان داریم. اسپکتور رو باز کنی مزیار. بابا ول کن اسپکتور. ول کن معلم گفته درس نخونی صفر بده. این اسکلای پایین کیان؟ نونبای سگ. فکر کردی سنتون بالاست میتونی یه کاری کنین؟ میدن تو دست تتلو با تتوهاش پارتون کنه. بیا برو بچه سال، بیا برو بخوا فردا مدرسه دیر میشه. بچه سالیم دیگه باید هم اینجوری حرف بزنیم. ببخشید من رو به بلوغ نرسم صدای کلوفتمو بهتون نشون بدم. اینقدر ادعاتون میشه تو یه چک میزنم به یه جاتون اون صورتتون. میزنم پارتون. یه بار نگین بچه سال یعنی چی؟ اساس گیم سن و سال نداره. بچه یه شعر هست همگی با هم بچه‌ها ببخشید بچه‌ها قراره دو انگشتی پلی بدیم. وایسی من یه گان بکشم. گان ندارم. خدا از ابوال سرکه نگذره با این لودات چرت و پرتش. ماشاءالله امیر فردا به معلم میگم واسه یه دونه